سلام علیکم، چطورید؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من سنا پلیر هستم و این پارت 5 از پارتی کرافته و من الان میخوام سینما، دیسکو و پارکی که الان هستم رو بهتون معرفی کنم. فقط قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله کنارش هم فعال کنید بزنید که بریم. اول از همه دیگه خودتون میدونید دیگه، تو پارتی قبلا دیدید رو هر چی بزنید، رو صندلی بزنید، رو هر صندلی بزنید میشه. خب دیگه خیلی تکرار شده دیگه، بهتون توضیح نمیدم. اینجا 4 راه داره، یکی اینجا داره، یکی اینجا داره، یکی اونجا داره، یکی هم اونجا داره. خیلی اونجا اینجا کردم. آره اینجا هم یه حوضچه خوبیه که میشه باز توش شنا کنید، ولی بهتر شنا نکنید. البته خب استخ نیستی، توصیه نمیکنم، ولی خب توانایی شنا کردن توشو دارید. الان مثلا اینا اومدن شنا حسودی میکنن دیگه، چیکار کنم. خب این قشنگ یه مدلیه که قشنگ میخواد ما رو بزنه ولی خب نمیزنه. ایشون یه کسی هست که تفنگ دستشه ولی ما رو نمیزنه. بلکه مزاحمن، دوست دارن بزنن ما رو. آره بعد دیگه چی؟ برفا رو میتونید بزنید، 2 تا سکه، بعضی وقت 2 تا سکه میده، بعضی وقت 3 تا. و این واقعا نمیدونم چیه، حالا پسرها بهتر میدونم. آره بعد اینجا هم یه کبابیه اینطوری و آره خلاصه. بعد چی بگم، اینجا هم یه پت فروشی داره که اوپنه که بزنی میتونید کفش میگم سگ و گربه بگیرید. این سیاه میشه خیلی بامزه. این هم سگاشه، حالا سگ و گربه فرقی نداره، هر کدوم که دوست داشتید میتونید بخرید. حالا چون وقتی هم بخرید همش تو دست و بالتون، همش دنبالتون میاد. حالا اگه خواستید میتونید بخرید، اگه نخواستید نمیتونید، یعنی نخواستید بخریدم که نمیخرید. و آره دیگه چی بگم، اینجا واقعا نمیدونم چیه ولی هرچی هست. اینجا هم شاید مکان عکاسی و قرار و فلان و ایناست و آره دیگه خلاص میتونید این کارا رو هم بکنید. اینجا هم یه چیزیه که میشینید توش، میشینید که نه میرید استراحت میکنه. حالا اگه بارونی چیزی اومد اینجا، حالا که الان داره برف میاد، ولی هر موقع بارون اومد مثلا میتونید برید خیس نشید اینجا اگه پارک بودید. آره فکر کنم همچین جاییه. بعد دیگه اگه حشرات اینجا رو بزنید یه یا 2 تا بهتون سکه میده. نامردا 2 نفر رو من نشونه گرفتن. من دارم ویدیو میگیرم، چقدر مزاحمید شما. نکن. بریم دیگه، وقتمونم تلف کرده. بریم بیرون از اینجا. خب چه اومدم، بریم جایی که میخوام بهتون معرفی کنم. کجاست جایی که میخوام معرفی کنم بهتون؟ اینجاست. اینجا اول میخوام سینما رو معرفی کنم، بعد خب اول از همه اینجوری پارکینگ 4 تایی جادار داره. اینم باز از اینایی که پا میذاری روش حرکت میکنن. خیلی دوست دارم تو دنیای واقعی اینا رو تست کنم. آره بعد میریم داخل سینما رو بهتون نشون بدم. سینما طبقه بالا نداره، فقط میتونی چپ بری. آره چپ بری یا راست بری. اینجا هم جای لباسا و ایناست، نمیدونم چون اینجا چی کار میکنه ولی اوکی. اینجا هم لپتاپ میگم کامپیوترشه. خب اول از سمت راست بریم به چپ، 10 چک کنم 10 40 50 60 70 90 از سمت راستشون. خب
اینجا از این کاناپه‌های که لم میدی راحت نرمه. فکر کنم تو پارت قبلی نبود، پارت سوم بود. آره پارت سوم از اینا دیده بودید توی خونم. فکرم زردش بود یا آبیش اومدم بیرون. خب آره بریم حالا سمت چپ. اینجا دو طرف داره، هم از اینجا میتونی برید هم از اینجا. خب الان یه آدمم اینجاست. اینجا صندلیاش به اونجا فرق داره. یه آدمم اینجا لمیده. اینجا یه آدمم اینجا لمیده راحت و آردیه. اینجا میتونم بشینید. اینجا داری مثل این خانوم میلمه دیگه چه سمیه. خب گفتم دیگه، خلاصه بهتون همه اینا رو گفتم. اینم از ویو سینمامون که خیلی خوبه. بچه ها یه توضیح بدم، این تلفن هم میتونید باز بدونه که اصلا گوشی نگاه کنی، از تلفن هم میتونید مثلا دوستاتون اینا رو دعوت کنید. آره حالا بریم سراغ دیسکومون. الان یه سری نگهبان جلوش داره، من چیز اذیت میکنن، نمیذارن بریم تو. خاطرم باید یه جوری بریم که بریم تو. دیسکو یه فضای خیلی بزرگی داره همونطور که دارید میبینید و اینجا بزرگترین چست این بازیه، یعنی بی نهایت چه عرض کنم. یا عالمه و طولانی مدت بهتون سکه میده و تا یه ساعت دیگه هم این صندوق دیگه باز نمیشه. اگرم یکی باهاتون پولاتون رو گرفت، با تفنگ بزنید و پولاتون رو پس بگیرید. خودم هم کرم دارم. خب اینجا که فضاشو دیدید خیلی بازه، امیدوارم شما من نزنید. خب نه این سری نزن خدا رو. و بچه ها اینجا از این قسمت میتونید دنستون انتخاب کنید. از تفنگ اصلا میده باشید. ناصر میان از این قسمت اینطوری وقتتون انتخاب میکنید. اینجا قسم میتونید طولانی مدت برقصید دیگه خلاصه. بعد اینجا باز از اینا میشینی آب میوه میخوری. بعد آره این طبقه کامل معرفی شد. چه خبر؟ آره اینا صدای توفنگ میکنم شنیده بودم ولی اوکی. اینجا هم چیز دیگه خلاصه. اینجا هم یه جور کافه است که میشینی بالا و نوشیدنی میخوری. این هم باز از همون آب میوه که توی پارت‌های قبلی دیده بودید توی کافه. تو پارت بعدی کافه هم باز معرفی میکنم، درست ندیده بودید فکر کنم. بعد آره طبقه بالا داره باز اینجا هم باز یه جاییه اصلا نه پنجره، بالاش پنجره داره و تمام بالاش پنجره داره و فقط میشینی اینجا یه کاری میکنی، گوشی میخوای استراحت بین دو نیمت اینجا. آره خلاصه. خب تا پارت بعدی، خدا نگهدار.